قراره تو این ویدیو آموزش یک کیف مشبک خیلی ترند رو بهتون یاد بدم، ولی کاملا متفاوت. اکثر مربی ها این کیف رو به این شکل بافتن که این کیف کاملا تخته و هیچ حجمی نداره. ببینید این کفی کیفه و من میخوام به سبک خودم این کیف رو یک کیف حجم و قشنگ آموزش بدم. کاملا هم مشبکه، حتی از روی کفی مشبک بافته میشه. به همین شکل هم کیف زیباییه، ولی چه بهتر که توی این همه تکرار ما بتونیم خلاق باشیم و ایده‌های خودمون رو اجرا کنیم. مدل اصلی کیفمون این جوریه، روی یک کفی کاملا بیضی بافته میشه که کیف رو جادار میکنه. همینطور که تو تصویر داره میبینید بغلای کار بند چرب کار شده که به استقامت کیف کمک میکنه. قطعا اگه بند در این قسمت نصب بشه کیف آسیب پذیرتره، به خصوص اگه سنگین باشه. و ببینید وقتی که داخل کیف رو میخوام نشونتون بدم کاملا ایستایی داره و دیگه مثل نمونه‌ای که بهتون نشون دادم یک کیف تخت نیستش، با یک کفی بیضی و جادار بافته میشه. خب بریم ببینیم چه جوری کیفمون بافته میشه. قبل از اینکه ادامه آموزش رو ببینی ممنون میشم که اگه کانال منو سابسکرایب نداری سابسکرایب کنی و یه کامنت معنادار برام بذاری و همینطور این ویدیو رو با بقیه دوستانت که به بافت این کیف علاقه دارن شیر کنی. برای بافتش من از نخ رافیای تابیده استفاده میکنم. نخم ظریف تقریبا میشه گفت، ولی با هر نخ رافیای دیگه هم میشه ببافیدش. به جز نخ رافیا میتونید از نخ مکرومه تک سوزنه 2 سوزنه هم استفاده کنید، اما 3 سوزنه یه نخ کاملا ضخیمه و مناسب این کیف نیست، مگر اینکه بخواید منافذ درشتی داشته باشه، کلا یه کیف درشت باشه. برای شروع یه گره روی نختون ایجاد میکنید و بعد از اون یه تعداد زنجیره میبافید. تعداد زنجیره هاتون باید حتما فرد باشه، یعنی عدد فرد باشه. خب اما اینکه چه تعداد دقیقاً ببافید کاملا بستگی به خودتون داره که دوست دارید کفی کیفتون چقدر باشه و در نهایت سایز کیفتون چقدر باشه. تو این نمونه‌ای که من بافتم من با 47 تا زنجیره شروع کردم. بعد از بافت این 47 تا زنجیره میام اندازه این زنجیره ها رو میگیرم. اندازه زنجیره ها بستگی به ضخامت نختون و قلاب و دستباف خودتون داره. الان من بعد از زدن 47 تا زنجیره به حدود 32 سانتی متر رسیدم، اما این رو میدونم که وقتی قرار کفی رو ببافم 2 رج از کفی رو که ببافم به طول این 47 سانتی متر اضافه خواهد شد. ما کفیمون رو با 2 رج میبافیم، حدود 3 الی 4 سانتی متر از هر طرف به کفی اضافه خواهد شد. خب من فکر میکنم برای بافت من 47 تا زنجیره خوبه و حدود گفتم 32 سانتی متر. اینو میگم یا از روی بافت من الگو میگیرید یا متفاوت میبافید، در هر صورت. بعد از اون اینجا رو خوب دقت کنید چی کار میکنم. دستمو میذارم روی زنجیره آخر و اینو پایه یعنی بیس پایه هم در نظر میگیرم. میخوام توی این زنجیره آخر 5 تا پایه بلند به فاصله 1 زنجیره ببافم. خب من برای اینکه شروع کنم نمیتونم اینجا پایه بلند ببافم که میام 3 تا زنجیره اضافی میزنم. ببینید دستمو نگه داشتم اینجا 3 تا زنجیره میزنم، اینو حکم 1 پایه بلند میگیرم. بعد یه زنجیره میزنم برای فاصله. حالا میام یه دونه پایه بلند میبافم تو همون زنجیره‌ای که دستمو گذاشته بودم. اگه بخوام بشمریم میشه 1 2 3 4 پنجمین زنجیره. تو پنجمین زنجیره من یه دونه پایه بلند میبافم، یه زنجیره دیگه برای فاصله و دوباره همینجا 1 پایه بلند میبافم.
از اینجا به بعد تا این قسمت که برسیم تا دونه آخر بافتمون خیلی ساده و تکراریه. یه زنجیره بزنید، به ازای این زنجیره یه زنجیره از اینجا رد کنید و تو زنجیره بعدش دوباره یه پایه بلند ببافید. یک زنجیره رد کنید، یک پایه بلند تو زنجیره بعدی ببافید. یعنی شما دارین یکی در میون یه بافت پایه بلند میزنید و بین پایه هاتون هم یه دونه زنجیر است که حالت مشبک به خودش بگیره. یه پایه رد میکنم، تو پایه بعد یه پایه بلند میبافم. به این شکل میبافم تا اینجا دونه آخر رو. انتهای زنجیره ها که رسیدیم، بعد از زدن یه زنجیره ببینید یه پایه رد میشه، یه پایه میمونه. درسته؟ تو پایه آخر باید 5 تا پایه بلند به فاصله یک زنجیره ببافید. نگاه کنید، این یک پایه بلند، یه زنجیره میزنم، دوباره همینجا یه پایه بلند دیگه میبافم، دوباره یه زنجیره میزنم، همینجا یه پایه بلند دیگه میبافم، یک زنجیره، یه پایه بلند دیگه. بعد میبینید همینجوری که دارم میبافم بافتم چرخید. الان 4 تا پایه زدم و بافتم، ببینید پر شد و این قسمت زنجیر آخره هی پرتر شد و بافت من چرخید و اینم 5مین پایه بلند. خب الان یه زنجیره میزنید دیگه. اینجا که بافتین میرید زیر پایه بعدی. من این اضافه نخم رو هم ببینید پشت بافت نگه میدارم که مخفی کاری کنم و تمیزکاری هم بشه. حالا میام زیر تک تک پایه هایی که اون سمت بافته بودم یه پایه دیگه میبافم، یه زنجیره. نگاه کنید زیر این پایه یه فضای خالی هنوز وجود داره، یه پایه بلند دیگه میبافم، یک زنجیره زیر پایه بعدی، یه پایه بلند دیگه. حالا اگه حین بافت دیدین بافتتون داره به این سمت جمع میکنه، خودشو کاسه میشه، برش گردونین به اون سمت، چون باید روی بافت یعنی روی کیف به سمت ما باشه. خب همینو ادامه بدین، بیاین تا شروع بافتمون همین یه دونه پایه بلند یه دونه زنجیره رو ادامه بدین تا برسین به اینجا. خب ببینید به انتهای رج که رسیدیم، الان جایی هستیم که توی زنجیره اولمون 3 تا پایه داریم. نکنین 1 2 3. خب اینجا چند تا زده بودیم؟ 5 تا. پس من الان یه زنجیره میزنم و توی این زنجیره آخر هنوز باید 2 تا پایه دیگه ببافم. یکی یه زنجیره و یه پایه دیگه و یه پایه بلند دیگه. دوباره یه دونه زنجیره میزنم و حالا باید به 1 2 3 سومین زنجیره از شروع رج بستش بزنم. رج اول رو بست معمولی میزنم. ببینید قلاب رو میزنم تو زنجیره سوم، نخ میگیرم ازش رد میکنم و این رج تموم میشه. برای شروع رج دوم دوباره ما 3 تا زنجیره میزنیم. خب توی همین پایه‌ای که بست وجود داره من باید 3 تا پایه بلند به فاصله یه زنجیره ببافم. خب من الان اینجا 3 تا زنجیره زدم، یه زنجیرم برای فاصله. حالا یه پایه بلند دیگه میبافم، یه زنجیره، یه پایه بلند دیگه میبافم. خب پایه بعدی دوباره نگاه کن، اینجا دیگه زنجیره نمیزنم، میرم تو پایه بعدی و یه پایه بلند، یه زنجیره، یه پایه بلند، یه زنجیره و یه پایه بلند دیگه میبافم. یعنی دارم توی هر پایه 3 تا پایه بلند به فاصله یه زنجیره میبافم. درسته؟ خب من باید روی هر 5 تا پایه این کار رو انجام بدم. پس میام الان 1 2 سومی اینجاست، 2 تا هم اینجاست.
دوباره اینجا زنجیره نمیزنم، میرم رو پایه بعدی. همینجا یه نکته هم بهتون بگم، اگه میخواین پایه ها قشنگ رو سر هم سوار شه و به سمت چپ و راست متمایل نباشه، نگاه کنید چقدر قشنگ پایه ها رو سر هم سوارن. دلیلش اینه، من وقتی دارم پایه رو میبافم، خب قلاب رو زیر این دوتا نخی که گندمی حساب میشن فقط نمیزنم، همزمان با این میام لوب سوم رو هم میگیرم. نگاه کنید پشت این دوتا نخ که گندمی هست یه نخ دیگه هم هست، اون رو هم میگیرم و میبافم. وقتی این کار رو میکنید هر رج پایه هاتون قشنگ رو سر هم سوار میشه. یه پایه بافتم، یه زنجیره، یه پایه بلند دیگه، یه زنجیره و یه پایه بلند دیگه. پس روی این 5 تا پایه بغل من باید هر کدوم 3 تا پایه بلند ببافم. حالا 2 تاش اینجا انتهای رجه، وقتی برگشتم اینا رو میبافم، بقیه رو دیگه تک تک میبافید. یعنی الان یه زنجیره و یه پایه بلند رو سر پایه بلند بعدی، دوباره یه زنجیره، یه پایه بلند رو سر پایه بلند بعدی، تا برسم به این قسمت، اینجایی که پایه افزایشی دارم. این تیکه رو ساده میبافم میام. خب ببینید رسیدم به این 5 تا پایه گوشه. یه نکته هم اینجا بهتون بگم، ببینید بافت من کاملا متناسبه، یعنی اگه اینجا 5 تا پایه هم بشه 15 تا پایه مشکلی برام پیش نمیاد. ولی اگه احساس کردین تعداد پایه ها برای این قسمت زیاده، میتونید تعداد پایه ها رو به جای 3 تا 2 تا بزنید. یعنی تو هر پایه یه جفت پایه بزنید، یه پایه که زدین یه زنجیره بزنید و فقط یه پایه بزنید اینطوری. بعد بدون زدن زنجیره برین رو پایه بعدی، یک پایه بلند، یک زنجیره و دوباره یه پایه بلند بزنید. بعد احتمال داره این کار رو که کنید بافتتون جمع بشه. شما 5 تا پایه اینجا دارین، رو اولی و دومی، چهارمی و پنجمی 2 تا بزنید، ولی این گوشه رو حتما 3 تا بزنید برای اینکه بافتتون جمع نشه. ما نمیخوایم بافتمون اینجا جمع بشه. بدون زدن زنجیره من میام روی پایه وسط، یه پایه بلند یه زنجیره، یه پایه بلند یه زنجیره و دوباره یه پایه بلند میزنم، ولی رو 2 تای بعدی همون 2 تا رو میزنم. فکر میکنم اگه برای این قسمت هم این کارو کرده بودم متناسب تر بود. من اصلاحش میکنم، این قسمت هم میبافم تا شروع بافتم. خب دوستان ببینید من این قسمت رو اصلاح کردم. روی اولین پایه از این 5 تا پایه 2 تا پایه زدم، دومی 2 تا، وسطی یعنی سومی 3 تا پایه، چهارمی و پنجمی 2 تا پایه. خب پس الان طبق اون این قسمت رو اصلاح کردم. خب اینجا هم رو پایه وسط که شروع بوده 3 تا دارم، روی دومی و سومی ببینید 2 تا دارم. الان رسیدم به انتهای رج، یه دونه زنجیره میزنم و بعد میام روی پایه اول از این 5 تا یه بلند، یه زنجیره و یه بلند میزنم. بعد بدون زنجیره رو پایه بعدی همین کار رو تکرار میکنم، یعنی یه بلند، یه زنجیره و دوباره یه بلند. خب حالا اینجا بدون زنجیره باید اتصال بزنیم. میخوام یه اتصال متفاوت بهتون یاد بدم. برای متصل کردنش من قلاب رو از اینجا میارم بیرون، 1 2 3 از روبروی بافت، یعنی از روبروی خودم قلاب رو میزنم توی زنجیره سوم. این حلقه نخی که آزاد کردم و ازش میکشم بیرون از پشت، ببینید از پشت بافت میکشمش روی بافت و یه همچین اتصالی، یه همچین بستی زده میشه و بعد بافتم رو از همینجا شروع میکنم. توی این رج و تا ارتفاع کیفمون رج‌های بعدی رو که ببافیم
دیگه روی تمام پایه ها یکی یه دونه پایه بلند و یه دونه زنجیر میبافید بدون هیچ تغییر. یعنی ما عملا کفی کیفمون رو بافتیم، فقط لازمه که دیواره یا ارتفاع کیف رو ببافیم. همینجا 1 2 3 تا زنجیر میزنم رو سر یکی از پایه ها هستم، درسته؟ یه زنجیر برای فاصله میزنم و میام رو پایه بعدی طبق همون چیزی که توضیح داده بودم شروع به بافت میکنم. دوباره یه زنجیر، پایه بعدی یه پایه بلند میزنم، یک زنجیر، پایه بعدی یک پایه بلند میزنم. به این ترتیب دور تا دور کار رو میبافم و وقتی که به انتهای رج رسیدم همین اتصالی که نشونتون دادم به سومین زنجیر از شروع رج زده میشه و اینکه 1 2 3 رج که ببافی، چون دیگه هیچ پایه افزایشی زده نمیشه، کیفتون برمیگرده و حالت خودش رو نشون میده، به سمت داخل برمیگرده و شما دیگه دورانی دور تا دور میبافید. خب ببافید به ارتفاع دلخواهتون. میبافم، دیواره کیف که تکمیل شد برمیگردم. خب دوستان ببینید کیف رو بافتم، به ارتفاعی که میخواستم رسیدم و میخوام الان ابعادش رو بهتون بگم. اگه دارین عیناً مثل من میبافین بدونین که الان باید چیکار کنیم. اگه از همون رج اول کفی حساب کنم 2 4 6 8 10 12 14 16 18 و 19 رج من بافت زدم. دست بافا ممکنه فرق کنه، ضخامت نخ تاثیر داره در ابعاد کیفمون. پس از خط کفی تا جایی که بافتم، یعنی تا 19 رج شده حدوداً 30 سانتی متر. خب ارتفاع کیفمون تا الان 30 سانتی متر و پهنای کیفمون 35 سانتی متر. خب اینو به توضیح بدم بهتون. ما قراره 2 تا گوش براش ببافیم. خب این 2 تا گوش حدوداً فکر میکنم تو 4 رج تکمیل بشه و من خب حساب کردم اگه قرار باشه این 4 رج ارتفاعشون مال من 6 سانتی متر میشه. الان که گفتم ارتفاع کیفم حدود 30 سانتی متره، پس میدونم که حدوداً 36 سانتی متر ارتفاع کیفم میشه. حالا دورگیری هم داره لبه کیفم، پس من توی 30 سانتی متری و 19 رج دست نگه میدارم دیگه. میخوام گوشاشو ببافم. خب بریم ادامه بافت رو ببینیم. میخوایم حالا گوشاشو ببافیم. بست انتهای رج رو که زدین یه زنجیره بزنید، 3-4 سانتی متر از نختون رو نگه دارید و بقیهش رو کات کنید. چرا؟ چون بافتمون دیگه از اینجا ادامه پیدا نمیکنه. حالا شما باید یه کاری انجام بدین. اینجا بیاین خونه های خالی رو بشمارید. خب از همین جایی که ابتدای رجه و اتصال هستش شروع کنیم به شمردن. 1 2 3 4 5. ببینید چند تا خونه خالی دارین. تو نمونه من رو 47 تا زنجیره شروع رج 66 تا خونه دارم. خب اگه من کیف رو اینجوری تا بزنم 33 تا خونه این سمت کار دارم و 33 تا خونه اون سمت کار دارم. حالا ممکنه شما اعدادتون با من فرق کنه. کلیت کار رو ببینید چی کار قراره کنیم. یه تعداد خونه خالی دارین، میشمرین، تقسیم بر 2 میکنید. نصفش افتاده جلوی کار، نصفش افتاده پشت کار. مال من 33 تاست. حالا از همین تیکه جلوی کار من قراره اینو به 3 بخش تقسیم کنم. چرا؟ یه بخش سمت راست رو برای بافت همون گوشه، یه بخش سمت چپ رو برای گوشه سمت چپ و یه تیکه وسط آزاد که لبه کار اینجوری هلالی بشه. خب من 33 تا خونه خالی دارم. قشنگ تقسیم بر 3 میشه 11 تا 11 تا 11 تا 3 تا دسته 11 تایی خونه خالی.
من میام از جایی که اتصالم هست، یعنی شروع رجم هست، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 تا خونه رو که بشمرم میشه اینجا. حالا میخوام یه مارکر بذارم، محدوده رو ببینید به چه شکل میشه. نگاه کنید، اینجا یه مارکر میذارم و دوباره 11 تا دیگه میشمرم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. یه دونم میشه اینجا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. حالا این لبه کیفم جمع شده. بذارید من درست مرتبش کنم. 2 4 6 8 10 11. ببینید دقیقا میشه اینجا که شروع تیکه اولیه. یه بار دیگه بشمارم، 2 4 6 8 10 و 11. این میشه قشنگ نصفه یک کیف. نگاه کنید، این قشنگ میشه اینجا. خیلی خوب. حالا قراره من توی این قسمت ها بافت بزنم، ولی الان که دارم کلیت کار رو نگاه میکنم فکر میکنم این خیلی بزرگه براش، چون من از اینجا بافتم شروع میشه، برای بافت گوشاش میاد تا خط اتصال، دوباره 11 تا خونه این سمت کار هم ادامه پیدا میکنه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا اینجا ادامه پیدا میکنه، یعنی این تیک قرار گوشش میشه. و چون احساس میکنم خیلی بزرگه، میام به جای 11 تا خونه 10 تا خونه رو درگیر میکنم. یه خونه جابجا میشم و میام این سمت و یه خونم از این ور جابجا میشم و میام سمت گوشه ها. پس یعنی من که 33 تا خونه خالی داشتم، الان 10 تا و این وسط 13 تا خونه خالی دارم. ببینید این خط اتصال منه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 تا اینجا، 10 تا اینجا و 13 تا وسط. این اتفاق اون سمت کار هم میفته، ولی به محض اینکه شروع به بافت گوشه اول کنیم اون سمت کار مشخص میشه. اما اگه دوست دارید میتونید همین الان از خط اتصالتون هم اون تعداد پایه خالی رو، خونه خالی رو بشمرید و مارکر بزنید که بدونید پایان بافت گوشتون کجاست. خب حالا محدوده بافت اون گوشه ها که مشخص شد شروع به بافت میکنیم. من مارکرم رو از همین سمتی که محل اتصالم هست از اینجا شروع میکنم، مارکر رو در میارم بالا سر همین پایه تو همین گندمی شروع به بافت میکنم. نکنید نخ رو میذارم اینجوری پشت کار، یه تیکه 4-5 سانتی نگه میدارم، نخ رو میارم روی کار. 1 2 3 و 4 تا زنجیره سفت و محکم میزنم. اگه شل دارین میبافین یا کلا دستتون شله، همون 3 تا بزنید که معادل یه پایه بلند باشه. من تجربه کردم که اگه 3 تا بزنم بنا به دست بافت خودم، بعدن این دو طرف کیف اینجوری به سمت داخل خودش رو جمع میکنه. نمیخوام این اتفاق بیفته، پس من 4 تا میزنم. خب بعد پایه بعدی رو نمی بافید، میرید پایه بعدی یه پایه بلند می بافید. نخ اضافیتون رو پشت کار نگه می دارید و توی کار می بافیدش. ببینید چیکار کردم؟ یه شیبی به این قسمت دادم با نبافتن این پایه. اینجا رو خونه دهم، این خونه دهمه. خب 4 تا زنجیر زدم، یه پایه نبافتم، رفتم رو پایه بعدی یه پایه بلند زدم. بعد بافتمون خب دیگه تکراری شبیه به بافت بدن است، یعنی من بیام روی تک تک پایه ها یکی یه دونه پایه بلند به فاصله یک زنجیره ببافم. یه زنجیره، یه پایه بلند، یه زنجیره، پایه بعدی یه پایه بلند. خب یه پایه، یه زنجیره، یه پایه بلند رو پایه بعدی.
یه زنجیره، یه پایه بلند، یه زنجیره، یه پایه بلند. میخوام بیام تو محل اتصال بهتون نشون بدم کجا اتصال رو بزنید. یه زنجیره، یه پایه بلند و ببینید اینجا تو محل اتصال یه گندمیه، یه فضای خالیه، یه گره است. خب الان کجا میخواین این قلاب رو بزنید؟ با اینکه میره زیر بند، وقتی بند رو میدوزیم میره زیر بند. خب ولی ببینید من کجا میزنم؟ تو دل گندمی سوم، بعد تو اون سوراخی که گشادتر به نظر میاد یه پای بلند کوتاه میبافم. چرا کوتاه؟ این رو یه ارتفاعی خودش داره، من اینو کوتاه تر میبافم. حالا میام ادامه بافت. از این محل اتصال رد شدم، یه پای بلند، یه زنجیره، یه پای بلند، یه زنجیره. خب تا کجا میبافم؟ تا 2 تا خونه به مونده به مارکر رو که از خط اتصال تعیین کردم که کدوم محدود است، تا 2 تا خونه قبل مارکر پیش میام. ببینید تا 2 تا خونه قبل مارکر اومدم. حالا میخوام دقیقا مثل شروع بافت یه پایه رو جا بندازم، یه بافت اوریب داشته باشم. من نباید رو این پایه ببافم، باید برم رو اون پایه‌ای که الان مارکرم هست ببافم و بعد خونه 10. خب اما یه نکته دیگه که باید رعایتش کنید اینه که آخرین پایه بلند عمودتون رو که بخوایم ببافین باید ناقص ببافیدش. یعنی چی؟ یعنی 2 تا نخ آخر رو نبافید. نگاه کنید، بزنیم ببافمش خودم. زنجیره رو زدم، حالا میخوام دوباره ببافم. نگاه کنید، 2 تا یکی میکنیم، پای بلند میبافین دیگه، درسته؟ 2 تا نخ اولی رو که یکی کردیم، 2 تا آخری رو یکی نکنید، روی قلاب نگهش دارین. حالا بیاین نخ دور قلاب یه پایه جا بندازین، برین تو پایه آخر همون جایی که مارکر هست یه پایه بلند کشیده بزنید. کشیده یعنی من دستم رو اینطوری میکشم سمت پایه بلند آخرم و 2 تا نخ اولش رو که یکی کردم، حالا یه نخ میگیرم از 3 تایی که رو قلابه رد میکنم. به این ترتیب یه شیب منظم مثل شروع بافتم دارم. متوجه شدین؟ حالا باز این تکرار میشه، بهتر یادش میگیرین. 1 2 3 4 تا زنجیره سفت میزنم، یا شما 3 تا زنجیره میزنید یا مثل من 4 تا. دوباره عین شروع رج، این الان بالا سر این پایه است، رو پایه بعدی نمی بافید، میریم پایه بعدی، رو پایه بعدی یه پایه بلند. حالا بافت مشابه با بدنه که یه پایه بلند یه زنجیر است. اینو ادامه میدین تا بیاین برسین دوباره به 2 تا خونه مونده به پایان بافت این رج. تا 2 تا خونه مونده به این بیاین. الان اینجا رو ببینید، میخوام پای بلند آخر رو ببافم. زنجیره رو زدم، پای بلند آخر رو که میخوام ببافم 2 تا نخ اولی رو که یکی کردم، یعنی یه پای بلند ناقص که بافتم دیگه نمیبافمش، نخ دور قلاب یه پایه جا میندازم، اون پایه‌ای که به این 4 تا زنجیر وصله میشه پای آخر، روی این یه پای بلند کشیده میبافم. مرحله اولش رو که یکی کردم، حالا یه نخ از داخل 3 تا رد میکنم اینطوری. دیدین؟ دوباره 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم. حالا الان به فرم اینجا دقت کنید، نگاه کنید، یه شیبی اینجا گرفته. خب حالا بنا به تعداد پایه هایی که درگیر شده واسه بافت این قسمت، شما 3 یا 4 یا شاید 5 تا رج نیاز باشه که این بافت رو به همین صورتی که تا الان دیدین ادامه بدین که این گوشه تشکیل بشه. من در نهایت، یعنی من جوری پیش میرم که در نهایت 4 تا خونه مربعی اینجا برام بمونه. و حالا یه نکته که میخوام بهتون بگم که بدونید چی کار دارم میکنم. اگه دقت کرده باشین، من 10 تا خونه قبل محل اتصال، 10 تا خونه بعد محل اتصال رو مارکر زدم.
رج بعدی رو که بافتم 2 4 6 8 10 12 14 16 تا خونه مربعی بهم داده. این نشون میده که 4 تا خونه ازش کسر شده. رج بعدی رو که بافتم 2 4 6 8 10 12 تا خونه مربعی دارم. این نشون میده که دوباره 4 تا خونه ازش کسر شده. من 2 رج دیگه که ببافم درست میشه. تو رج بعدی 8 تا خونه مربعی برام باقی میمونه و تو رج چهارمش 4 تا خونه مربعی برام باقی میمونه و اون وقتی که گوشه کیف من قشنگ شکل میگیره. بافت کامل تکراریه. باید الان از روی این 2 رج کامل شما متوجه شده باشین که من چی کار کردم. جا انداختن یه پایه در ابتدا و در انتهای هر رج، شروع 4 زنجیره‌ای و پایان پایه بلند کشیده‌ای که با پایه بلند قبلش ادغام میشه. ناقص بافته میشن و ادغام میشن. 2 رج دیگه کامل میکنم، برمیگردم کامل شدهش رو بهتون نشون میدم. خب ببینید یه قسمت کیف کامل شد، باز شد این قسمت هم و الان دیگه اینجا که تموم شد من یه زنجیره میزنم، نخ رو کات میکنم که بتونم برم اون سمت مقابل رو ببافم. خب نگاه کنید تو رج آخر من اگه این مثلثی ها رو حساب نکنم، این 2 تا مثلثی رو حساب نکنم، 1 2 3 4 تا خونه مربعی اینجا دارم و فرم کلیش هم به این صورت شده. خب من با 4 رج تکمیلش کردم. همونطور که دیدین ربط به تقسیم بندی و تعداد خونه هامونم داشت. اصل کار دستتون اومده. خب قسمت بعدی که حالا مارکر گذاشتم، از جایی که اتصال زدم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا مال منه و از اینجا دوباره بافتم شروع میشه. خب طبق تقسیم بندی که اول کار انجام دادم، توضیحاتش هم برای شما دادم، دقیقاً مشابه با اون سمت کار دوباره بافتتون شروع میشه. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنید، یه پایه رو رد میکنید، پایه بعدی شروع به بافته پایه بلند میکنید به این ترتیب. بقیه بافت تا برسید به سمت مقابل مشابه با بدن است، یعنی همون 1 پایه بلند 1 زنجیره. خب این قسمت چون کاملا مشابه با این سمته و تکراریه، لزومی نمیبینم ضبط کنم براتون، وقت شما رو هم بی خودی بگیرم. پس این قسمت رو هم که کامل کردم برمیگردم، منتها دیگه نختون رو کات نکنید، باهاش کار داریم. سمت دیگر رو که بافتی نخ رو گفتم قطع نکنید. من اینجا که 3 تا نخم رو یکی کردم یه زنجیره میزنم، بافت رو برمیگردونم. حالا بافتم به این صورته که روی بافت زمانی تموم شده که داخل کیف به سمت من بوده، بافت رو برمیگردونم. حالا میخوام دور تا دور کیفم رو یه پای کوتاه ببافم در حد این که آسیب پذیریش رو کمتر کنه و مرتب تر به نظر بیاد. همینجا تو همین گندمی که روی این پایه ها شکل گرفته یه دونه پایه کوتاه میبافم، داخل فضاهای تک زنجیره‌ای هم یه دونه پایه کوتاه و به ازای هر پایه هم 1 پایه کوتاه. به این ترتیب ما دورگیری انجام دادیم با پایه کوتاه. ببینید تو این فضاهای خالی 1 زنجیره یه دونه پایه کوتاه، رو سر پایه ها هم 1 پایه کوتاه. فقط میمونه بغلای این گوشه هامون به خاطر اون بافت اوریبی که داریم. الان اینجا رو هم ببینید، من الان این تیکه کارم نگاه کنید دورگیری شد. خب حالا میخوام این گوشه رو ببافم، یعنی این شیب رو ببافم. اینجا رو با یه تعداد پایه پر کنید، حالا بسته به دست باف خودتون. ببینید 1 2 3 4. حالا من کنترلش میکنم، ببینید میبینم 4 تا پایه کوتاه من این فضا رو پر کرد، کافیه. پس حالا میام تو محل تقاطع ها، یعنی مثل اینجا
که تقاطع 2 تا پایه است، میام اینجا هم یه فضای خالی پیدا میکنم، یه پای کوتاه ببافم، چون اگه بخوام رد شم برم تو این فضا اصلا امکانش وجود نداره. و اینکه فقط حواستون باشه دارین این رد رو میبافید، پایه ها تعداد پایه ها متناسب با بافتتون باشه که لبه کیفتون جمع نشه، تنگ نشه. نگاه کنید الان اینجا هم من باز 4 تا پای کوتاه زدم و دوباره تو محل تقاطع نگاه کنید فضای خالی وجود داره. اینجا هم یه دونه پای کوتاه میزنم. به این ترتیب دور تا دور کار رو با پایه کوتاه دورگیری میکنم. میام انتهای رج اتصالش رو بهتون نشون بدم. انتهای رج یه تیکه از نخ رو، آخرین پای کوتاه رو که تو فضای خالی بافتین، یه تیکه نخ رو کات میکنید. بعد میان تو گندمی اولین پایه، نکنید اینجاست مال من، تو گندمی اولین پایه از پشت بافت قلاب رو میزنید، نخ رو میکشید بیرون و اینجا جایی که نخ اومده بیرون رو پیدا میکنید، زیر 2 تا لوب نخه نگاه کنید و دوباره نخ رو از اینجا میکشید پشت کار. اینطوری یه بسته تمیز دارید که شبیه گندمی کامل هست. اضافه نخ رو اگه دقت کرده باشه من این کارا رو با یه قلاب ریستر دارم انجام میدم. اینجوری پشت کار مخفی میکنید. خب بافت کیفمون عملا تموم شد. 2 تا کار دیگه میمونه، یکیش اتصال بنده. ببینید من این بند مخصوص همین کیفاست، اما لزومی هم نداره که بخوام بگم قطعا باید از این بند استفاده کنید. این بند که من تهیه کردم از یه چند فروشی، این قسمت رو جای دوخت برام زده و من میام گوشه کار از این 4 تا راهنما میگیرم برای اتصال. 4 تا خونه خالی اینجا دارم، 4 تا خونه مربعی، این 2 تای وسط رو راهنمای اتصال میگیرم. ببینید محل دوخت رو میذارم اینجا. من ترجیح دادم با خود نخ کاغذی این کوک رو انجام بدم و اینو دوختم. میتونید با نخ دیگه هم انجام بدین، باید با دست این کار رو انجام بدین و تا انتهای کیف. حالا طول بند من 40 سانته، در حالی که کیفم به نظرم که یک کیف 40 سانته خیلی بلند می اومد. این کار رو نکردم. فکر میکنم حدود 4 سانتی متر بندم اضافه هست. حالا یا میتونم، چون ما که رو کفی بیزی می بافتیم، خب نمیتونیم تا انتهای بافت پیش بریم این اتصال رو ببریم، باید از رجی که داشتیم ساده بافی انجام میدادیم وصلش کنیم. البته که باید از بالا شروع به اتصال کنید. خب و اون 2 تا خونه وسط رو راهنما بگیرید که بندتون رو کج و کوله هم وصل نکنید. میتونید اگه بندتون همچین مشکلی داشت انتهای بند رو کات کنید و یا میتونه همینجور آزاد بذاریدش، هیچ ایرادی نداره. و یا اینکه اگه قرار از بند دیگه استفاده کنید، مثل بنده اشکی که پایینشون اشکی و جای دوخت داره، میتونید از اونا استفاده کنید. یا در کل شما میتونستید به جای بافتن این 2 تا گوش بیاین کامل صاف ببافیدش به ارتفاع دلخواهیتون که رسیدین، از بند دوشی دوختنی استفاده کنید. اما من از این مورد استفاده کردم که این 2 تا دوختنی هستن و اطراف کیف دوخته میشن و اونم بند رودوشی کیف. خب چیزی که باقی میمونه، میتونید این کیف رو به خاطر مشبک بودنش آستر کشی کنید، میتونید همین جوری استفاده کنید و یا مثل نمونه‌های ژورنالی و اصلی از کیفای چرم استفاده کنید. من جایی ندیدم که بخوام بهتون بگم که این کیف رو از کجا تهیه کنید، اما میتونید یه کیف چرم متناسب با سایز کیفتون، خب باید کوچیک‌تر باشه ارزش، سفارش بدین. یه کیف ساده چرم هم رنگ بندتون براتون بدوزن و داخلش بذارید. و یا اینکه میتونید از کیفای دستی کوچیک بافتنی داخلش استفاده کنید برای که بعضی وسایل ریزی یا مهمتون رو داخل اون بذارید. در مورد مارک کیفا هم بگم و آموزشمون عملا تمومه. مارک کیفا
این مارک YSL معروف که حالا من سعی میکنم دستمو بذارم روش زیاد مشخص نباشه که حق کپی رایت داره. پشت اینا 2 تا پایه وجود داره. حالا این مدلی که من تهیه کردم این مشکل رو داره. طول این پایه ها ببینید انقدر کوچیکه، نگاه کنید، طول این پایه ها انقدر کوچیکه که اصلا اجازه اتصالش به کیف رو نمیده. پایه ها از پشت کیف بیرون نمی اومدن. 2 تا خار داره، نگاه کنید، این 2 تا رو داره که به اصطلاح باید این گذاشته بشه رو کیف و از پشت با این خارا فیکس بشه. اما متاسفانه میگم طول این پایه هاش انقدر کوتاهه که نمیشد این کار رو انجام داد و من اومدم اینو با چسب قطره‌ای این وسط به کارم چسبوندم. حالا اگه شما تونستید این مارک رو روی زمینه چرم پیدا کنید خوشحال میشم که با منم بگین یا با بقیه دوستامون به اشتراک بذاریم. این پایین برام پیام بذارین که اگه تونستین این مارک رو، البته اینم بگم مال من پلاستیکیه، اگه فلزیش هم بتونید گیر بیارید خیلی خوبه، یا اگه بند مناسب تری داشتین، سراغ داشتین، خوشحال میشم که این پایین بهمون بگیم که هم دوستان ایده بگیرن بتونن تهیهش کنن، هم من بتونم اصلاحش کنم و اینو بهتره که به کیفمون خب نچسبونیم که آسیبی هم به بافتمون نرسه. ببینید من از یک سوزن درشت استفاده کردم، نخ کاغذیمو داخلش گذاشتم، اما 1 لا میخوام این کار رو انجام بدم. حالا این اولش 2 لا به نظر میاد، در انتها 1 لا هست. خب بند رو از قسمتی که این مد بره بهشه، خب حالا میتونم اینو چون بازشو هست باز کنم که مزاحمم نباشه و از جایی که فضاهای خالی برای دوخت قرار داده شده ابتدای این قرار میدم و شروع به کوک میکنم. اما قبلش نخ رو به این ترتیب توی بافت میکشم که از سمت دیگه آزاد نباشه و زیر بند هم بیفته به این ترتیب. خب حالا بند رو اینجا قرار میدم، از تو خونه دومی میبینین چون میخوام تمام این منافذ رو کوک بزنم کار وقتگیری هم هست، اما بافتم تمیز میشه. برمیگردم تو خونه اول، نخ رو میکشم عین یک کوک ماشینی، دوباره از مابین پای بلندا، از مابین بافت، از تو خونه پایین سوزن رو میزنم، نخ رو میکشم بالا و دوباره از این فضا برمیگردونم، همینطور از بین پایه. اینجوری هم بافت نصب میشه، هم بند به کیف نصب میشه. ببینید هم یک کوک تمیز میزنم، دوباره از ما بین بافت از فضای پایین تر سوزن رو میزنم و اضافه نخ رو میکشم. حواستون باشه که جایگاه درست بزنید سوزن رو. دوباره از خونه بالاتر ما بین بافت نخ رو میکشم بیرون، سر تا سر بافت تمام فضاها رو با این شکل پر میکنم. حالا شاید به نظرتون کار سختی بیاد، میتونید با فضاهای بیشتری این کوکا رو بزنید، میتونید به غیر از نخ کاغذی این کار رو کنید، فقط حواستون باشه که تو جایگاه درست این کوکا رو بزنید. من تکمیلش میکنم و در نهایت بهتون نشون میدم که نتیجه کارم به چه صورت.